هر کسی یه قلقی داره. قلق خدا امام حسین. هر کسی یه رگ خوابی داره. رگ خواب خدا امام حسین. گفت سخن سربسته گفتم با حریفان. هر چی از خدا میخوای یا پای امام حسین رو بکش وسط. تموم. قلقش اینه، رگ خوابش اینه. میگی نه؟ مفاتیح شیخ عباس قمی باز کن. هر مناسبت مهمی، شب جمعه است میگه زیارت امام حسین، فضیلتش اینه. شب نیمه شعبان، شب میلاد امام زمانه، میگه امام حسین، زیارت امام حسین. شب قدره، شب نزول قرآنه، زیارت امام حسین. همش امام حسین. اگه گرفتی خوشو بارد. حالا میگه ببین تو میخوای به تور آدمای پاک و پاکیزه بخوری، سالم و سلامت، آها یه سلامی به امام حسین و بچه‌هاش بکن. اینا پاکترین ها بودن تا من همون پاک ها سر رات بکارم. شرطش اینه. میخوای از آدمای پست و پلید دور باشی، تورینی، یه لعنی به دشمنان امام حسین بکن. من این کار برات میکنم. حالا فهمید؟ لذا وقتی میگی لعن الله آل زیاد، باید بفهمی داری چی میگی. نرو به 1400 سال پیش، اون که تو قعر دوزخه، چه لعنش بکنی چه نکنی همینه که هست و خواهد بود. نه، این یعنی خدایا منو دور کن از آل زیاد، از کسایی که کار شکنی میکنن، از کسایی که ازم رشوه میخوان، آدمای پست، پلید، دونمایه، فرومایه، پست. این کم چیزیه. لعن الله آل زیاد. من در باب زیاد خب